سلام. حتما اسم ماریا مونتسوری رو شنیدید. یه پزشک ایتالیایی که یه روش آموزشی تربیتی مبتنی بر ایده و عمل رو ابداع کرد و جایزه یونسکو رو از آن خودش کرد. روش مونتسوری در خیلی از کشورها و حتی در کشور ما هم در مهد کودک‌ها و مدارس در حال اجراست. TPL یا روش آموزش 3 مرحله‌ای یکی از روش‌های آموزشی مونتسوریه که میتونید با استفاده از اون خیلی از مفاهیم رو به بچه‌ها آموزش بدید طوری که دیگه هیچ وقت اونها رو فراموش نکنن، مثل آموزش رنگ‌ها، اسم حیوانات، پرچم کشورها و حتی زبان انگلیسی. امروز قراره از این روش استفاده کنیم و به سنبلک اسکناس ها رو آموزش بدیم. سنبلک جان، از بین این 4 تا اسکناس 3 تا رو انتخاب کن. من اینا رو انتخاب میکنم. مرحله اول نامگذاری. خب پشت سر من تکرار کن. 1000 تومانی. 1000 تومانی. 1000 تومانی. 1000 تومانی. 2000 تومانی. 2000 تومانی. 2000 تومانی. 2000 تومانی. 5000 تومانی. 5000 تومانی. 5000 تومانی. 5000 تومانی. مرحله دوم شناسایی. سنبلک جان، اسکناس 1000 تومانی رو به من نشون بده. دستتو بذار روی اسکناس 5000 تومانی. با دست دیگرت اسکناس 2000 تومانی رو بذار روی پاهات. دستتو از روی اسکناس 5000 تومانی بردار و با دستت اسکناس 1000 تومانی رو به من نشون بده. اسکناس 2000 تومانی رو بگیر توی دستت. اسکناس 5000 تومانی رو بگیر توی دستت. اسکناس 2000 تومانی رو بذار روی میز. مرحله سوم یادآوری. سنبلک، اسم این اسکناس چیه؟ 1000 تومانی. اسم این اسکناس؟ 2000 تومانی. و اسم این اسکناس؟ 5000 تومانی. آفرین. آموزش 3 مرحله‌ای به پایان رسید، اما چند تا نکته. 1. یاد گرفتن همزمان بیشتر از 3 عنوان جدید میتونه سخت و گیج کننده باشه، پس بهتره 3 تایی آموزش بدید، همونطور که من از سنبلک خواستم که 3 تا از اسکناس ها رو خودش انتخاب کنه. 2. هر مرحله رو تا اونجایی ادامه بدید که احساس میکنید کودک هنوز مشتاق به یادگیری، تا وقتی که به نظر میرسه که کودک اون مفهوم رو یاد گرفته. 3. وقتی وارد مرحله دوم میشید، اگر کودک اشتباه کاری رو که ازش خواستید انجام داد، باید به مرحله 1 برگردید. و اگر در مرحله سوم کودک نتونست اسامی که بهش یاد دادید رو بگه، باید به مرحله 2 برگردید. دقت کنید که همیشه ما 1 مرحله به عقب برمیگردیم. 4. این روش آموزشی مخصوص 1 کودک و 1 مربیه. بنابراین برای استفاده گروهی توی کلاس مناسب نیست و مربی باید به صورت انفرادی با بچه‌ها با این روش تمرین بکنه و والدین هم میتونن از این روش برای آموزش مفاهیم مختلف توی خونه به بچه‌ها استفاده کنن.